عمیق رفت بحران اقتصادی ایران مهاجران افغان را به ترک این کشور وادار کرده است. فعلا نزدیک 1 میلیون فراری افغان در ایران به سر میبرند که در بین آنها بسیاری ها اصلا حجتی هم ندارند. طبق آمار تخمینی سر از آغاز سال روان تا 0.5 میلیون پناهنده افغان به وطن برگشتند. میرم داخل افغانستان، بیامدیم مجبوری آمدیم بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیاییم چون که اینجا کار خوب نبود. بعد اونجا هم که برفتیم بعد این معامله پیش اومد دیگه 23 میلیون ضرر کردیم، پول 8 تومن برداشته بودیم. بعد تمام که بیامد پین آماده ما خیلی مشکلات برخوردیم. بعد پول یک نفر بود، پول از ما گرفتن، بیجا شدیم، پولی هم به دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود. پس مجبور شدیم بیایم وطن. در سال روان قرب پول ملی ایران به قدر قابل ملاحظه پایین شد. از این رو کمک پولی مهاجران هم که به نزدیکانشان در افغانستان میفرستادند کاهش یافت. احیای تحریم‌های آمریکایی در ماه اوگوست وضع اقتصاد ایران را باز هم وخیم‌تر کرد. اکثر مهاجران افغان داوطلبانه به وطن برمیگردند. اردوگاه دیگه که برد از اونجا دیگه برد از سنگ سفید آورد. 75 تومن از ما اونجا بلیت از پیش ما گرفت. از اونجا آمدیم سنگ سفید بودیم 7 روز. در 7 روز لالا برای ما فقط اینقدر برنج میداد. یکم برنج، یکم لوبیا میشو میداد. دائمی از گشنگی، از تشنگی با خدا کلگی مردم. سازمان ملل متحد به افغان‌های بازگشته کمک میرساند. مهاجرین عودت کننده کسانی که کارت یا فرم VRF دارن و برای اسپانتینیوس ما از بین از اونا شناسایی میشن. کسان آسیب پذیر شناسایی میشن. ما چند کاتگوری داریم که از بین از اینا معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه. میزان بیکاری در افغانستان به 40% برابر است. بر علاوه خشکسالی و آشوب‌ها کشور را ناآرام کردند. در نتیجه بسیاری از افغان‌های از ایران بازگشته در حال باز هم ناگوارتر قرار می‌گیرند.